این وضعیت لباس و رخت لباس بچه‌های بلوچستان. این مقنعه است. این پای که انقدر خاک گرفته به دلیل نبود کفش. این هم بچه‌های دیگه و ما خیلی واجب می‌دونیم که بریم موصل عراق دم مدرسه بسازیم و برای بچه‌های این جهت یه دمپایی هم بسازیم. دنیا پرستان خیلی راحت از مرگ سخن به میان می آورند. شاید خیلی های دیگر هنوز فکر ساختن بهشتشان و گسترش ویلاهای لواسانات باشند به قیمت فروختن انسانیت. راستش گاهی زمین برای خیلی ها برعکس می چرخد که همیشه مشکلات برایشان سرازیر می شود و لقمه نان و جرعه آب و نسیم خنکی در گرمای سوزان تابستان برایشان می شود رویا و آرزو. کسی چه می داند شاید جهنم عده‌ای همین دنیاست. آری این قصه پرغصه مردم مظلوم روستای زاچ و داربست استان هرمزگان است. ما فقط یه برگ میخوایم که یک کلور برای خودمان روشن کنیم. این علت چیه بچه های ما؟ نگاه کن. این از چیه؟ این از چیه؟ نگاه کن. این خیلی یعنی یخ زده. آیا مردم این 2 تا روز 3 تا روستا آیا جز ایران نیستن؟ جز استان هرمزگان نیستن؟ بیاد یک کسی ببینی این مردم رو از نزدیک دارن چه زجری میکشن. آیا با این هوایی اگه که بچهای خودشون بودن، آیا از بچهای آقازاده ها بودن واقعا اینجور رسیدگی میشد؟ حق این مردم مستضعف همینه؟ کجاست اون مسئولانی که تکی کردن با این صندلی‌ها دل نمیکنن، نمیان پای کار ببینن مردم دارن چه زجری میکشن؟ ما الان 3 تا روستای بالا و 150 خانه 700 نفر جمعیت، اما یه روز استاندار نیومد اینجا ببینه مردم مشکلاتشون چیه. بچه ما تولد شد به خاطر همین هوای گرم توی همین چادر دیگه از دنیا رفت.